دیدار و مذاکره مهم نیست، شروط مهمه. گفتم بنابراین هر کس این رژیم وقتی پشت میز نشست بازی رو باخته. چیزی که از ما میخوان غیر از این مسئله که تو منطقه دخالت نکنید، در حوزه دفاعی و موشکی شما باید برد برسه به 200 کیلومتر. مقاومتی که در منطقه شکل گرفته که میگن نیابتی، یعنی اینها رو باید همه رو از بین برد، یعنی خل اصلاح کرد. دیگه جمهوری اسلامی چه اقدامی باید انجام بدهد؟ جمهوری اسلامی باید بیاد تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمعش کنن. این خواسته امریکایی ها و در رأسش مسئله ولایت فقیه هست. میگن در ایران دو تا ارتش نمیخواهد. تمام نهادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفته باید جمع بشود. دیگه چی؟ مسئله حقوق بشر. دیگه اصلا چیزی نمیمونه که برای این امریکایی ها اینها رو مطرح کردند